مهاجران افغان در ایران را فرصت و تهدید دانست و عضو جبهه مقاومت میگوید مماشات در برابر طالبان و حملات مشابه حادثه نیو اورلنز منجر می شود. نصرالله پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اگر موضوع مهاجران افغان در ایران به درستی مدیریت شود تبدیل به فرصت و در صورت عدم مدیریت تبدیل به تهدید برای این کشور خواهد شد. او در این حال خبر داد که کار گروه بررسی ساماندهی اتباع تشکیل می شود. مقام های جمهوری اسلامی اغلب از واژه اتباع برای مهاجران افغان در ایران استفاده می کنند. خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه 12 جدی گزارش داد که نماینده مجلس گفته وزارت داخلی جمهوری اسلامی باید درباره مهاجران افغان اقداماتی داشته باشد و در همین راستا قرار شده با تشکیل کار گروهی متشکل از اعضای کمیسیون مجلس جمهوری اسلامی به این موضوع پرداخته شود. این اظهارات در حال مطرح شده که قرار است جمهوری اسلامی تا پایان امسال 2 میلیون مهاجر افغان فاقد مدارک اقامتی را از ایران اخراج کنند. جمهوری اسلامی در بسیار از مناطق ایران با کارگری و اجاره دادن خانه به مهاجران افغان فاقد مدرک اقامتی را جرم اعلام کرده و شرایط زندگی را برای این دسته از مهاجران به شدت دشوار کرده است. و عضو جبهه مقاومت میگوید مماشات در برابر طالبان به حملات مشابه حادثه نیو اورلنز منجر می شود. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت در واکنش به حمله تروریستی در نیو اورلنز آمریکا گفت حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان گسترش یافته است. میثم نظری گفت مماشات در برابر گروه‌های تروریستی به حملات مرگبار مشابه حادثه نیو اورلنز در جهان منجر خواهد شد. آقای نظری حمله با موتر به جمعیت مردم در روز اول سال در نیو اورلنز آمریکا را محکوم کرد که توسط یک نظامی سابق آمریکایی و با الهام از داعش صورت گرفت. در این رویداد دست کم 15 نفر کشته شدند. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد شمس الدین جبار عامل این حمله 100% از گروه داعش الهام گرفته بود. کریستوفر رایا معاون اف بی آی پنجشنبه 13 جدید در یک نشست خبری گفت حمله نیو اورلنز اقدام تروریستی از پیش برنامه‌ریزی شده و شیطانی بود. علی میثم نظری روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که در 3.5 سال گذشته گروه‌های تروریستی چون طالبان، القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستانی از افغانستان به عنوان پناهگاه برای برنامه‌ریزی و تسهیل چنین حملاتی در سطح جهانی از جمله آمریکا استفاده کردند. با گفته نظری تحت حمایت طالبان جنگجویان تروریست خارجی برای نفوذ به کشورهای دیگر و اجرای این چنین عملیات شنه آموزش دیده، تجهیز شده و اعزام شدند. او به بیانیه سیف العدل رهبر القاعده اشاره کرد که از حامیان خود در سراسر جهان خواسته بود برای کسب تجربه و آموزش‌های نظامی به افغانستان مهاجرت کنند و از آنجا حملات خود را علیه مقاصد خارجی سازماندهی کنند. با اینکه طالبان در فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار دارد، اما آمریکا تلاش کرده است که با این گروه روابط خود را بهبود بخشد. اما سیاست‌های طالبان به ویژه در برابر زنان باعث شده است که واشنگتن فشارهای سیاسی و مالی خود بر طالبان را حفظ کند. واشنگتن به طالبان گفته است که اگر ممنوعیت آموزش و کار زنان را لغو کند، روابط خود را با این گروه عادی خواهد کرد. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت از حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواست تا علیه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی اقدام کند. نظری همچنین خواهان حمایت آمریکا و کشورهای دیگر از جبهه مقاومت برای مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. با اینکه کشورهای غربی از تعامل با طالبان خودداری کرده است، ولی به همان میزان گروه‌های مخالف طالبان به خصوص جبهه مقاومت را نیز نادیده گرفته است. تشکر از همراهی شما. سپاس. برای جدیدترین خبرها افغانستان نیوز را حتما سابسکرایب نمایید.